خیلی دوست داریم که یک قطعه رو برای ما به صورت زنده اجرا کنن. حالا نمیدونم ممنون از این جوان عزیزمون. بفرمایید خواهش می‌کنم. بله دیگه شما یه بار دیگه من درس بدم بهتون. زنده باشید خواهش می‌کنم. آیا اصحابی خب من قبل از گل تو کلتون بفرمایید. درود بر شما. خواهش می‌کنم. خواستیم زنده بخونم. من در خدمت هستم. فقط دو تا کار قبلی معرفی بکنم. بفرمایید خواهش می‌کنم حتما. کار ستاره مشرقی آهنگسازیش رو خودم انجام دادم. تنظیمش رو جناب دکتر چراغعلی. شعرش هم که برادر خودم گفتن هادی اصحابی. کار دومم کار روانه بود که تقدیم به ساعت مقدس آقا امام شد. بعد آهنگسازش خودم بودم. دوست عزیزم امیر ایدری تنظیمش رو انجام دادن و شاعرش هم هادی اصحابی، ناظر ضبطش هم دوست عزیزم شارق شریفی بودن که خیلی زحمت کشیدن. دست شما در آمادگی یک قطعه زنده رو داری؟ صداتون جوریه که یکم کوچولو عزیز بخور. یه قهوه بله بیرون سرد بود. بله بیرون آخه ایشون تشریف شما داشتن. جان چای نبود میخوام شما آماده این بفرمایید خواهش می‌کنم. نه میگه شما آماده می‌کنید من خودم بیام. خواهی می‌کنم. علی جان دست در نکنید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. گوش می‌کنیم. بفرمایید. تا مانده به جان هنوز جانی برگرد عزیز جان کرانی ممنون واقعا. این وقت که تیتراژ هم برم. بفرم. آیا اینجا ها. بفرم. خب بریم حالا. بفرمایید. زمان مگر چه دیدی زمان چرا بریدی خزانه بی بهارم دخیل انتظارم دخیل انتظارم دخیل انتظارم روان شو روانه به سوی آشیانه سوی آشیانه روان شو روان